بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران عزیز و فرزندان مهربان، داستان امروزه ما نام دارد پسری گم شده. یعقوب علیه السلام پیامبر خدا بود. یعقوب 12 پسر داشت. نام یکی از پسران او یوسف بود. یوسف نیز پیامبر خدا بود. یوسف پسری بسیار مهربان و خوب بود. پدرش او را بسیار دوست می داشت. برادران یوسف با او یعنی با یوسف بخیلی می کردند و برادران یوسف یک روز نقشه بدی کشیدند برای یوسف. و برادران یوسف نزد پدرشان یعنی نزد یعقوب آمدند و گفتند ای پدر، ما میخواهیم به تماشا به بیابان برویم و میخواهیم یوسف را هم با خود ببریم. یعنی پدر گفت من میترسم برای یوسف یک مشکلی ایجاد شود و من میترسم که شما از او فراموش کنید و یوسف را گرگ بخورد، چون یوسف از شما خیلی کوچکتر است. گفت یعنی این سخن را پدر یوسف گفت، یعقوب. برادران یوسف گفتند ما مواظب او هستیم، یعنی او را نگاه و بین میکنیم. خب بالاخره همگی به بیابان به سیر و گشت و به تماشا رفتند. برادران یوسف که برای او پیشکی نقشه بدی کشیده بودند، آنها یوسف را گرفتند و در چاه انداختند. و خداوند مهربان به یوسف که در چاه بود خبر داد و گفت من تو را نجات می دهم، یعنی تو را هرگز تنها نمی گذارم. وقتی برادران یوسف به خانه برگشتند، به یعقوب یعنی به پدرشون گفتند که گرگ یوسف را خورده است و آنها کرته خونین یوسف را به پدرشان نشان دادند. یعقوب یعنی پدرشان دانست که آنان دروغگو هستند، یعنی دروغ میگویند. یعقوب گفت من صبر میکنم و خداوند یوسف را حتما نجات میدهد. بالاخره کاروانی آمد و یوسف را از چاه بیرون کرد و او را بر سرزمینی خیلی دور از کنعان برد. پدران و مادران عزیز، این داستان در قرآن کریم آمده است و با عنوان احسن القصص یعنی بهترین قصه و یا اینکه بهترین داستان نام گرفته است. از این رو من از همه شما احترامانه خواهش میکنم که برای فرزندانتان این قصه را از قرآن کریم حتما گرفته و ترجمه کنید و برای فرزندان خود نقل کنید. و تا برنامه های دیگر، الله مهربان یار و نگهدار شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.